اینک سال 2015 هم به آخر رسید و ما وارد سال نو شدیم. هر کشوری هنگام ورود به سال نو تمام کامیابی ها، فراز و نشیبی ها، دستاورد و کوتاهی های یک سال گذشته را مورد بررسی قرار داده نتیجه گیری می کند که آیا سال پربار را پشت سر کردیم یا خیر. هر یک کشوری که اراده قوی پیشرفت دارد و از پی ترقیات جامعه مدنی است، همیشه تحلیل و اندیشه قشر کارشناس جامعه را به نظر می گیرد تا که تصمیم گیری ها در سال جدید برای مدیریت کشور آگاهانه و سنجیده به عمل آید و هم سهو و اشتباه ها تکراری نباشند. بنابر ما هم از کارشناسان سوال کردیم سال سپری شده برای کشور ما چی آورد و چی برد؟ یعنی چی پیشروی های و چی کمبودی های داشتیم؟ همین لحظه چندی از نظر و تحلیل ایده از کارشناسان درباره برد و باخت های کشور تاجیکستان پیشکش شماست. سال 2015 در مقایسه از سالهای قبلی مشکل‌تر بود، مسئله های زیاد نیز داشت. وقتی که سخن درباره برد و باخت هر دولتی و به خصوص تاجیکستان می رود، پیش از همه منطقاً موافق مقصد می بود که درباره اقتصاد سر اول ابراز عقیده بکنیم. وابسته به حادثه های معلوم جهان معاصر، برخورد منفعت های قدرت ها، بی‌قرب شوی اسعار تاجیک در مقابل اسعار خارجی به خصوص یورو و دلار و روبل روسی، وضع اقتصادی تاجیکستان بهتر نبود و مجموع درآمد شهروندان از حساب مهاجرین کاری نیز به مراتب کمتر شد. همینطور باید ذکر نمود که امنیت کشور در رابطه با بعضی حادثه های داخلی و متشنج گردیدن اوضاع و نامعینی های زیاد در افغانستان و پاکستان، واردات سرمایه خارجی به اقتصادیات ملی نیز کمتر شد و از این جهت بودجه دولت نیز اجرا نشد و بعض عهدهداری های اجتماعی دولت که از قانون برمی آید در نزد شهروندان نیز به انجام نرسیدند. از جمله مزد مهنت بالا نرفت، حد اقل زندگی مردم نگاه داشته شد و به بازنشستگان نیز پرداخت‌های علاوه‌ای که از ماهیت دولت اجتماعی برمی آید داده نشد، چون امکانات مالیوی کمتر بود. طبق معلومات‌های آماری از 20,000 تا 30,000 شهروندان تاجیکستان که با بیزنس مشغول بودند از کار ماندند و از فعالیت ماندن چنین کارخانه‌های میانه و خرد باعث نگرانی است. سبب‌ها و عامل‌هاش پرسان شدیم. ضمن صحبت‌ها و از جمله ملاقات‌هایی که طریق رسانه‌های خبری دسترسی جامعه شد، اونها نیز اشاره می‌کردند به بلند بودن فایز قرض، زود وارد نمودن تغییرات به کودکس انداز و عوض شدن قاعده‌های بازاری در مناسبت‌های بازرگانی. همزمان باید ذکر نمود که نرخ آلومینی و پخته نیز در بازار جهانی پخش شد و تناسب ایمپورت و اکسپورت یا واردات و صادرات محصولات نیز زمینه‌های اقتصادیات استقلالیت سیاسی را نیز خلأدار می‌کند و طلبات زمان موافق نیست. بعض اشاره‌ها درباره اجتماعیات گفتیم. پست‌تر بودن نفقه، ادرارپولی و دیگر کفالت‌های اجتماعی که به دایره‌های مشخص و معین آسیب پذیر قشر جامعه تاجیک دولت باید پرداخت کند و معلوم است که چون اقتصادیات مشکلات داشت، بدون شک تأمین کفالت اجتماعی شهروندان تاجیکستان نیست به طور باید شاید به انجام نرسید. در رابطه با سیاست، دموکراسی و حقوق انسان ابراز عقیده کنیم. پیش از همه
باید ذکر نمود که آغاز سال انتخابات بود به مقامات عالی قانونگذاری و به مقامات نمایندگی حاکمیت دولتی و جماعت دهات. رئیس جمهور تاجیکستان با در نظر داشت توصیه‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا کفیل انتخابات دموکراتی بودنش را اعلام کرد و این باعث خرسندی احزاب سیاسی و شخصیت‌های علاهیده نیز بوده است. اما با مرور زمان وابسته به نزدیک شدن زمان انتخابات دخالت مقامات حفظ حقوق و دیگر ساختارهای دولتی باعث آن گردیدند که آرزوی آرمان‌های ملت این دفعه نیز در رابطه با برگزاری انتخابات دموکراتی مطابق با معیارهای بین‌المللی عملی نشد و در نتیجه وقتی که در پارلمان و مقامات نمایندگی حاکمیت محلی اساساً نمایندگان یک حزب وارد شدند، این بدون شک به صفت قانون تأثیر منفی رسانده، بیشتر آرمان‌های دایره‌های معین و محدود قشر اجتماعی تاجیکستان را افاده می‌کند و از این خاطر موافق مقصد می بود که دولت به احزابی که امروز در مقامات نمایندگی رسمی دولتی نمایندگانی وکالت دار ندارد برخلاف خواهش اونها و رأی مردم مکانیزم های رابطه دائمی را برقرار نموده نقطه نظر آنها را نیز برای بهتر کردن سطح و صفت زندگی و بررسی نمودن مسئله های مبرم اهمیت استراتژی داشته جلب میکرد. آن حزب‌ها و سازمان های غیر حکومتی که در مقامات دولتی نماینده با صلاحیت خود را ندارند اندیشه و پیشنهادهای بنیادی سازنده در رابطه با تحکیم استقلالیت و رشد استوار دولتداری معاصر تاجیک نداشته باشند. باعث تأسف است که حادثه های ماه سپتامبر شد و بعض محدودیت ها در رابطه با فعالیت حزب‌های سیاسی مشاهده شدند. سنزور غیر رسمی وجود دارد و زمانی که علم و فعالیت علمی سیاسی میشد و به سیاست اولویت داده میشد، پس نتیجه فعالیت علمی و کار عالمان و محققان نیز نظرش نباید شود. از این خاطر در این ساحه نیز برنامه‌های مختلف تهیه و قبول شدند. در بودجه دولت مبلغ‌ها پیش بینی میشن، ولی چون در مکانیزم عملی نمودن آنها پیگیری وجود ندارد و تفاوت میان رسمیت و واقعیت وجود دارد، صفت و ثمره بخشی تطبیق برنامه‌های مختلف در این ساحه نیز نظررس نیست. باید ذکر نمود که وابسته به مشکلات اقتصادی نرخ و ارزش نشریه ها و واسطه های اخبار عامه و نمودهای خدمت رسانی نیز بیشتر شد، اما قابلیت خریداری مردم کمتر و همین طور گفتم ممکن است که دسترسی به منبع‌های اطلاعاتی خصوصیت الटरनेटिव्ی داشته نیز مشکل‌تر گردید و بر ضمن این هر ماه البته تا 2-3 هفته از جانب مقامات وکالتدار دولت فعالیت شبکه‌های اجتماعی خلل‌دار میشد، مانع‌ها ایجاد میشن. از این خاطر در فعالیت معتدل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نیز کمبودی‌های نظررس را مشاهده کردن ممکن است که نهادهای دموکراتی و انکشاف جامعه را در اساس اعتراف رویه‌های گوناگون سیاسی و مفکوروی خلل‌دار می‌کند و به منفعت کار نیز نبوده است و آغاز پرونده جنایتی نسبت شخصیت‌های علاهیده و عضو مقامات رهبری کننده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز یکی از موضوعهای داغ روز است، زیرا که فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را نه تنها کنستیتوسیا و قانونگذاری تاجیکستان، همچنین سازشنامه عمومی درباره استقرار صلح
و رضایت ملی در تاجیکستان تامین و کفالت داده است و باید به اینابت گیریم که طبیعت حقوقی سند اشاره کرده من خصوصیت معیار حقوقی بین المللی را دارد و در نظام قانونگذاری اعتبار خاصه دارد. آن تاکیدهای چند کرده در خصوص آن که گویا صلح تاجیکستان و طرز و اصول رسیدن و نائل شدن به آن تجربه نادر بود، بعد از آن مسئله هایی که میان سازمان های خصوصیت دینی داشته به دولت و به خصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و فعالان آن با دولت پیدا شدند، باعث نگرانی گردید و کفالت فعالیت حزب‌های سیاسی را کمرنگتر نمود. رقابت سیاسی نیز کمتر به نظر می رسد. باعث تاکیدهای چندین کرده تا حال در تلویزیون دولتی برنامه‌های خصوصیتی تحلیلی داشته با جلب عالمان مستقل و نمایندگان حزب‌های دیگر نیست و اگر ما واقعاً اراده سیاسی داشته باشیم که مردم درباره حزب‌های سیاسی تصورات کافی داشته باشند و اگر هدف ما بلند بردن سطح دانش حقوقی و فراست سیاسی ملت و شهروندان باشد تا که آنها آگاهانه در حیات سیاسی اشتراک کنند و به عمومیت و تفاوت‌های حزب‌های سیاسی سرفهم روند و آنها را درک نمایند، پس موافق مقصد می بود که نمایندگان احزاب دیگر نیز با برابر وکیلان و حزب‌های حکومتی که در پارلمان یک یا دو نفر نماینده دارند یا حزب خلق دموکراتیک وارد بحث و مناظره ها میشد و البته با رعایت آداب کسبی و فرهنگ سیاسی و در نتیجه تهدید و خطرهایی که به مثل تروریسم یا اکستریمیسم بین المللی یا افراط‌های گوناگون و شکل و ظاهرشوی آنها به تاجیکستان کمتر میشد و واقعا این به تحکیم زمینه‌های وحدت ملی مساعدت میکرد.